سلام خدمت دوستان. پیرو پست قبلی در خصوص علم جهان هستی، در واقع به جهت رسیدن به اون علم جهان هستی، چیزی که در واقع حاصل تجربیات خودمه و آموخته های خودمه بهتون ارائه میدم. این نیست که بخوام بگم 0 تا 100 علم جهان هستی چیزهایی که من میگم. خیر، به خاطر اینکه در واقع اصلا از منیت باید خارج شده که این مسئله. و موضوع بعدی این که خود حضرت مولانا که به اون درجات عرفان هم رسیده بود نمیتونست مدعی بشه که در واقع 0 تا 100 علم جهان هستی رو آموخته. خیر، این چنین نیست. ولی خب 0 تا 100 آموخته های خودم رو در واقع میخوام خدمتتون ارائه بدم و در خصوصش صحبت بکنم. به جهت رسیدن به علم جهان هستی 27 تا مورد رو نوشتم که در خصوص همین موارد قصد دارم در واقع توی اینستاگرام پست بذارم. این موارد رو براتون میخونم بدین ترتیب. رسیدن به علم جهان هستی: 1. خودشناسی. 2. علم و تجربه. 3. خلاقیت. 4. عقل و هوش. 5. شهود و آگاهی. 6. عشق. 7. شکرگزاری و ثبت نوشتاری. 8. عرفان و مذهب. 9. آشنایی با تئوری خواب و تعبیر خواب. 10. واقعیت وجودی و حقیقت وجودی. 11. جهان هستی مادی در نگاه ناظر. 12. وحدت ساختاری. 13. مدیتیشن و ترمیم از کار افتادگی و قطع انرژی، لینک تارهای اتری. 14. نقش چاکراها. 15. صلح با هستی و خداوند. 16. تئوری روح. 17. تئوری غیر ارگانیک. 18. ذهن. 19. کالبد روان. 20. نفس و عزت نفس. 21. اکوسیستم. 22. انتخاب اصلح. 23. خروج از منیت و شخصیت سازی. 24. ارتباط پدر مادر. 25. من برنامه پذیر. 26. روابط و زبان بدن. 27. انرژی درمانی. امید به این که بتونم در این راستا کمک حال یکایی که شما عزیزان باشم. پیروز و سربلند در پناه خدا باشید.